برای درست کردن این کوفته کبابیای خوشمزه احتیاج داریم یه دونه پیاز متوسط و پوست بگیریم، رنده کنیم. لازم نیست آبشو بگیریم. گوشت گوساله و گوسفندی مخلوط چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم، میذاریمش کنار. به اندازه یه دسته خیلی کوچیک از جعفری جدا میکنیم، خرد میکنیم، اضافه میکنیم. نوبت ادویه است. نمک، فلفل زردچوبه، سماق، پودر سیر و یه کوچولو دارچین هم اضافه میکنیم. حالا خوب ورزش میدیم، همش میزنیم و شروع میکنیم به شکل دادن. یه ذره قلقلیش میکنیم و بعد کنارهاشو باریک میکنیم. به اندازه یه انگشت کوچیک میذاریدش کنار. دونه دونه این کار رو انجام میدین. این مقداری که براتون تو کپشن مینویسم حدود 8 تا 10 تا از این کوفته کبابا بهتون میده. وقتی که تموم شد میذاریم یه ساعتی توی یخچال استراحت کنه. حالا من وقت نداشتم دیگه، این مرحله رو اسکیپ کردم، رفتیم سراغ سرخ کردنش مستقیم. تابمون رو در میاریم، روغن میریزیم، شروع میکنیم به سرخ کردن کوفته کبابا. دونه دونه میچینیم. بعد مقدار سرخش هم بهتون نشون دادم که بدونید لازم نیست خیلی زیاد قهوه‌ای و سوخته بشه، یه ذره رنگ بگیره کافیه. حالا ربتون اضافه میکنین که خوش رنگ و خوش طعم بشه. رب با یه ذره به اندازه یه قاشق و نصفی غذاخوری میریزیم. ربم باهاش تو همون تاب تفت میدیم، همینجوری که دارید میبینید. حالا وقت اضافه کردن آب جوشه. خیلی لازم نیست آب جوش بریزید که قل بخورن توی آب جوش، یه ذره که بیاد نصفش هم بگیره کافیه. درشون میذارید، شعله‌شو میذارید روی متوسط و میره برای خودش. حالا وقت برنج سیب زمینی یادم رفته بود، آوردم اینجا باتون پوست بگیرم برای تعدیق کفش. خب اینجا دیگه تقریبا کار تمومه، چیز زیادی نمونده. مدت پخت اون کوفته کبابا هم در کل نیم ساعت تا 40 دقیقه است. یعنی هر موقع که دیدیم پخت و آبش کشیده شد میتونید برش دارید. برنج رو هم که کته کرده بودیم وقتی که آبش جمع شد خالی میکنیم. یه آب کوچیک تو قابلمه میگیریم، چند تا پیس روغن، بعدش هم سیب زمینی ها رو میچینیم و میذاریم به دم بکشه. خب وقتی که به این حالت رسید دیگه آماده است. نه خیلی رقیقه نه خیلی غلیظ. نوش جون.